سلام بچه‌های قشنگم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من و موچی اومدیم یه پرونده جدید تعریف کنیم. امروز اومدم با یه پرونده خیلی متفاوت. آقا بس هرچی ما تا اینجا یا پدر مادر سمی داشتیم کاور میکردیم یا بچه سمی. اجازه بدید یکم اصل جنس رو براتون کاور کنیم. اونم چیه؟ ازدواج و زوج سمی. داستان امروزمون یه حکایت خیلی جالبه از ازدواج، خیانت، عهد ازدواج، لازانیا و چند تا چیز دیگه. دوستای قشنگم، اگر اولین بار منو میبینید، من شیما هم، اینجا کانال شیرو شیزه و ما اینجاییم تا با هم یه پرونده جنایی رو از اول تا آخر کاور کنیم. اگه همین الانش ما رو سابسکرایب داری که دمت گرم، ماچ به روی ماهت، ولی اگه هنوز ما رو سابسکرایب نداری خوشحال میشم به خانواده ما بپیوندی یا از این به بعد عضوی از خانواده شیرو شیز باشی. زنگوله رو حتما بزن، سابسکرایبمون کن، لایکمون کن و من خیلی از خوندن کامنتت انگیزه میگیرم. حتما برام نظرتو کامنت کن، حتی اگه احساس میکنی نظرت منفیه. من کاملا با آغوش باز نظرهای منفی رو میپذیرم. همه چیز با جستجوی کریستوفر ریگن که چند روزی بود هیچ کدوم از اطرافیانش ازش خبری نداشتن شروع شد و هیچ کس خبر نداشت این جستجوی ساده قرار خیلی زود با یه عالمه واقعه وحشتناک و عجیب غریب ختم بشه. کریستوفر 52 ساله عاشق سفر بود. اون از اون دست مردایی بود که خیلی دوست داشت دائما توی طبیعت باشه، میتونستی خیلی راحت توی طبیعت رهاش کنی و روزهای طولانی برای خودش توی طبیعت سالم و سرحال بمونه. عاشق عشق ورزیدن بود، عاشق علم بود و خیلی دنبال این بود که توی هر زمینه‌ای که داره توش فعالیت میکنه دانش بیشتری داشته باشه و هیچ وقت به اون سطحی که داشت قانع نبود. همیشه میخواست بیشتر بدونه، بیشتر یاد بگیره. خیلی مرد مهربون و با محبتی بود و پدر 2 تا فرزند از ازدواج قبلیش بود. همه چیز از اونجایی شروع میشه که توی سال 2012 کریستوفر یا کریس صداش میکنیم از اینجا به بعد، کریس داستان ما با تری دوست دختر دوران مجردیش توی فیسبوک دوباره همو پیدا میکنن و دوباره شروع میکنن به حرف زدن و خیلی زود دوباره برمیگردن به همون دوران عشق و عاشقیشون و دوباره با هم شروع میکنن به قرار گذاشتن. بعد از اینکه کریس و تری با هم یکم وقت گذروندن و فهمیدن هنوزم مثل قبل همدیگر رو دوست دارن و هنوز کلی وقت دارن که با هم بگذرونن، کریس تصمیم میگیره نقل مکان کنه و بره به آیرون ریور توی میشیگان و خیلی زود زندگیشو جمع میکنه و میره اونجا یه کار خوب پیدا میکنه و بیشتر وقت خالیش رو با تری میگذرونده. ولی اینجوری نبوده که با هم توی خونه زندگی کنن. کریس در واقع خونه پدر و مادر تری رو اجاره میکنه، یعنی یه خونه اضافه داشتن و اونو اجاره میکنه و اونجا زندگی میکرده. ولی خب دوباره دوست پسر دوست دختر بودن و همه چی خیلی خوب بود. برای اینکه تصویر بهتری از آیرون ریور داشته باشید یه سری اطلاعات کوچولو بهتون میدم. آیرون ریور یه منطقه کاملا پوشش داده با جنگله، یعنی دورش سر تا سرش جنگله. برای آدمایی که از زندگی الکتریکی خسته شدن، از تکنولوژی خسته شدن، بهترین انتخابه. اونجا شما میتونید خیلی راحت برید ماهیگیری کنید، میتونید برید شکار، طبیعت بکر خیلی قشنگی داره و حدوداً جمعیتش 2000 خورده ای نفره، ولی 3000 نفر تخمین زده میشه توی زمان سال 2012. الان داریم راجع به سال 2012 حرف میزنیم. همه اطلاعاتی که بهتون میدم در مورد سال 2012 گاهن ممکنه بگم الان، ولی منظورم اون موقع است. و کریس عاشق این زندگی بود، عاشق طبیعت بود، عاشق هایک کردن بود، عاشق وقت گذروندن، چه میدونم شکار کردن، همه اینا. و کریس کهنه سرباز نیروی هوایی بود و خیلی بلد بود این سبک زندگی رو، خیلی خوب متوجه میشد و خیلی راحت میتونست برای خودش راه نجات پیدا کنه توی یه زندگی کاملا وحشی و بکر. و خیلی زود کریس موفق شد توی یه شرکت تولید کننده قطعات کشتی یه کار خیلی خوب پیدا کنه و از اونجایی که اول پرونده بهتون گفتم خیلی علاقه داشت به این که تو هر زمینه خودش رو آپگرید کنه و به روز باشه، رفت کالج برای اینکه بیشتر راجع به
این شغل جدیدش بتونه علم پیدا کنه و انقدر توی اون 1-2 سالی که اونجا بود سریع خودش رو از پله‌های ترقی انقدر سریع رفت بالا که خیلی زود مدیر شد توی اون شرکت و سمت خیلی خوبی گرفت و حتی قبل از اینکه مدیر بشه اونقدر همکاراش، میدونین اصطلاحاً بهش میگن go to person، یعنی اون شخصی که تو وقتی یه مشکلی پیدا میکنی توی محیط کارت سریع میری سمت اون به خاطر اینکه اون میدونه چجوری حلش کنه. و از همون ابتدا که کریس وارد این شرکت شد با اینکه تازه کار بود go to person بقیه تیم بود، به خاطر اینکه همیشه یه راه حل خیلی خوب برای هر مشکلی پیدا میکرد و یه ذات رهبر و لیدری داشت توی وجودش و همین باعث شد که مدیراش هم خیلی زود متوجه بشن و از این پتانسیلش به بهترین شکل استفاده کنن. تری در مورد کریس همیشه میگه که کریس مرد فوق‌العاده‌ای بود. اون عاشق هایک کردن و ماجراجویی بود. عاشق این بود که همیشه چیزهای جدید رو کشف کنه و حتی توی بخشای خصوصی تر زندگیشون راجع به کریس میگه که اون عاشق این بود که بشینه و ساعت‌ها باهات حرف بزنه و ارتباط بگیره. چشمای آبی فوق‌العاده زیبایی داشت که میتونست قلب تو رو آب کنه و اون خیلی خوب میدونست که چجوری تو رو نگاه کنه که انگار تو تنها موجود زنده روی زمینی و نه تنها اینجوری نگاهت میکرد بلکه این حس رو بهت القا میکرد که تو تنها موجود روی زمینی. یعنی واقعا با تری مثل یه پرنسس رفتار میکرد، مثل یه موجود خاصی که از اصطلاحاً میگیم از ته فیل افتاده رفتار میکرد و خیلی این حس رو القا میکرد که تو بهترینی، تو زیباترینی و واقعا یه زن خیلی باید خوش شانس باشه انگار وقتی که یکی مثل کریس توی زندگیشه. اینجوری بود طبق چیزایی که دوست دخترش راجبش میگفت. اما خب حالا بیاین این قسمت گل و بلبلی که راجب تمام کسایی که قراره چند دقیقه دیگه بمیرن راجب خوبیاشون صحبت میکنیم، میگیم وا اینا فوق العاده بودن، بی‌نظیر بودن، رو بذاریم کنار، یکم راجب دارک سایداش صحبت کنیم. از سال 2012 که اینا با هم آشتی کردن و برگشتن به رابطه تا سال 2014 همه چی خوب پیش میرفت، یه زوج رویایی، یه زندگی بی‌نظیر، تا اینجایی که تری مجبور شد برای یه سفر کاری بره به انگلستان. وقتی که برگشت کریس بهش اعتراف کرد توی چند روزی که نبوده با یک نفر دیگه خوابیده و با هم همبستر شدن در واقع و گفتش که این هیچ چیز خاصی نبود، چیز کاملا فیزیکی و جنسی بود و همین، هیچ حسی من بهش نداشتم و تو هنوز عشق زندگی منی و فلان و بهمان و خیلی عادی و کول داشت با این قضیه رفتار میکرد. ولی خب مثل خیلی از ماها، مثل تقریبا 99% آدمای دیگه، اینو تری نمیتونست هضم کنه که نه، تو وقتی که منو دوست داری باید انقدر دوستم داشته باشی که در نبود من نمردم، که مثلا یه چند روزی رفتم مسافرت و برمیگردم، بتونی قدرت کنترل خودت رو داشته باشی و انقدر حیوانانه رفتار نکنی. و این باعث شدش که تری نتونه بپذیره و نتونه ببخشتش و رابطهشون تموم بشه دوباره توی سال 2014. اما خب این به این معنی نبود که رفاقت بینشون تموم شده. توی این برهه از زندگیش کریس جراحی زانو انجام داده بود و شرایط سختی رو میگذروند و تری درسته که از دستش خیلی دلخور بود و دیگه نمیخواست باهاش رابطه عاشقانه داشته باشه، اما با وجود این همچنان با هم دوست بودن و تری تنها کسی بود که کریس توی این شهر داشت و به خاطر اون اومده بود اینجا و دوستیشون اصلا خراب نشد. یه مدتی یکم روابطشون کم شد ولی بعدش مثل دوتا دوست با هم رابطهشون رو ادامه دادن. اما توی این مرحله کریس احساس کرد که خب اوکی، الان من دلیلی نداره اینجا بمونم و شاید بهتر باشه که یه مدت نقل مکان کنم و برگردم به همون زندگی تکنولوژیکی شهری. و تکنولوژیکی رو از کجا در بردم؟ زندگی شهری برگردم. اینجا بود که تصمیم میگیره بره به اشویل توی نورث کارولاینا شمالی و بره یه مدتی رو پیش پسرش و با پسرش وقت بگذرونه. کریس کلاً بچه‌هاش رو خیلی کم میشناخت، یعنی خیلی توی سن جوانی از همسرش جدا شده بود و بچه‌ها پیش همسرش بودن و الان ولی خب رابطه بدی با هم، یعنی ترک نکرده بودشون، فقط اون مادرشون گفتش که من میخوام سرپرستیشون رو به عهده بگیرم و رفته بود ازدواج کرده بود و بچه‌ها هم یه بابای دیگه در واقع داشتن و همه چی خیلی اوکی بود و با بابای واقعیشون هم اوکی بودن ولی خیلی با هم وقت نگذرونده بودن. و اینجا بود که وقتی که کریس میخواست برگرده به اشویل، اینجا پسرش زندگی میکرد و پسرش بهش گفت اگه دوست داری میتونی بیای حالا فعلا با من زندگی کنی تا بعداً تصمیم بگیری خونه شخصی خودتو داشته باشی و زندگی خودتو بسازی.
و کریس هم خیلی استقبال کرد، خیلی خوشحال بود از اینکه پسرش دوست داره بیشتر باش وقت بگذرونه، ولی خیلی هم نگران بود چون پسرش رو خوب نمیشناخت و نمیدونست به عنوان یه پدر، خصوصا رابطه پدر و دختر یه ذره راحت‌تره، پدر و پسر یه مقداری سخته براشون ارتباط برقرار کردن. تری داشت خیلی کمکش میکرد، داشت بهش میگفت چی کار کنه تو این تایم. همزمان کریس داشت وسایلش رو جمع میکرد و تری همیشه کنارش بود، مثل دو تا دوست واقعی همیشه کنار هم بودن. تری خب میدونست که الان این مرد جراحی زانو انجام داده و دیگه نمیتونه مثل قبل کارهای یدی، کارهای فیزیکی که قبلا خیلی راحت انجام میداد الان دیگه از پسش بر نمیاد. برای همین تری خیلی تلاش کرد، یه کار براش تو اشویل پیدا کرد و این کار پشت میزی بود، یعنی یه کاری بودش که براش راحت تر بود، به خاطر اینکه کریس عملا فقط موقع خواب میتونست زانو بندش رو در بیاره و به خاطر همین دیگه نمیتونست کارهای سنگین انجام بده و تری موفق شد براش یه کار پیدا کنه که توی این کار کلا فقط پشت میز مینشست. کار خیلی خوبی بود. کریس خیلی از این موضوع خوشحال بود که تری کمکش کرده و این کارو پیدا کرده. یه جورایی انگار که مثلا جفتشون اینجوری بودن که اوکی کریس فهمیده بود که اشتباه کرده ولی دیگه روش نمیشد برگرده. تری هم دوستش داشت همچنان obviously، اما خب نیاز به زمان داشتن و اینجوری بودش که اوکی بیا یکم از هم دور باشیم و شاید جفتمون فهمیدیم که ما بهترین مچ برای همین و آشتی کردیم و کاملا همو دوست داشتن. حتی یه نوت توی ماشین کریس بود که تری براش وقت دکتر گرفته بود و نوشته بود براش توی این استیکی نوت ها، این برچسبایی که میزنن اینجوری بالاش چسب داره و نوشته بودش که وقت دکتر فلان ساعت و اینا. بعد و کریس پایین این نوت نوشته بود I love her، من عاشق اینم و خیلی دوستش داشت، هنوز خیلی دوست داشتن همو، ولی خب اتفاق واقعا بدی افتاده بود و منطقی بود کات کردن رابطه. و خب فقط چند روز مونده بود که دیگه کلن این دو نفر برای یه مدتی از هم دور بشن، یعنی کریس داشت میرفت اشویل و خب این دخترم که قرار بود توی آیرن ریور بمونه و قرار بود که برای آخرین بار با هم یه قرار شام گذاشتن، به خاطر اینکه کریس مصاحبه کاریشو قبول شده بود و فقط یک مرحله دیگه از مصاحبه کاریش مونده بود، اونم باید میرفت تست میداد، یعنی تست اینکه مواد مصرف میکنه یا نه و خب خودش میدونست که مواد مصرف نمیکنه و میدونست که قراره این تست رو قبول بشه و در واقع میخواستن اون شب با هم جشن بگیرن به مناسبت اینکه شغل جدیدش رو تونسته به دست بیاره و از تری تشکر کنه که کمکش کرده توی پیدا کردن این شغل. پس 15 اکتبر قرار بود این دو نفر با هم شام برن بیرون و صبح 15 اکتبر هم قرار بود کریس بره به اشویل برای دادن تست که راجبش صحبت کردیم. میترسم یوتیوب گیر بده، دوباره نمیخوام تکرارش کنم. اما اون شب کریس نرفت به قرارشون و جواب تکست ها و زنگ های تری رو هم نمیداد. تری اصلا عادت نداشت، یعنی کریس همیشه اینجوری بود که تو هر شرایطی وقتی تری بهش پیام میداد جواب میداد، حتی وقتی سر کار بود، حتی وقتی پروژه های سنگین داشت، کار داشت، خواب بود، هرچی همیشه جواب تکستش رو میداد. ولی تری گفتش که خب بیا خیلی نگران نشو، اوورتینک نکن، احتمالاً چیزی نیست، احتمالاً سرش شلوغ بوده و میگه که خب خودش به هم پیام میده. همینجوری میگذره. خب ببینید بالاخره این زوج کات کرده بودن و تری دوست نداشت که یه حالت آویزون طوری داشته باشه و هی بره مثلا پیله کنه و زنگ بزنه کجایی، چرا جوابمو نمیدی و اینا. تری هم سعی کرد تا جایی که از توانش برمیاد بیخیالی طی کنه. همین کارم کرد و این بیخیالی 2 هفته طول کشید. یعنی 2 هفته تری به خودش گفت اوکی میگذره، پیام میده، حالا هیچی نشده، شاید اصلا ول کن، اصلا یه فازی برداشته، هرچی، با اینکه اینا اصلا شبیه کریس نبود این ویژگی‌ها. از طرف دیگه کریس توی تمام این مدت، یعنی 2 هفته که گفتم، توی محل کارش هم حاضر نشده بود. کریس هنوز منتقل نشده بود به اشویل، منتقل که نه، یعنی هنوز جابجا نشده بود و خب هنوز چند روز باید میرفت سر کار، ولی توی محل کارش هم حاضر نشده بود و همکاراش هم میگفتن خب احتمالاً کارو گرفته و رفته. برای همین هیچ کس گم شدن کریس رو جدی نگرفت. از اون طرف کریس توی اشویل هم نبود، پسرش هم منتظرش بود ولی نیومده بود. پسرش هم به غیر از شماره کریس شماره هیچ کدوم از اطرافیانش رو نداشت که با اونها ارتباط بگیره و بگه خب چرا بابای من نیومد. و خب پدری که حالا ببینید میدونین، یعنی همه چی یه جوری دست به دست هم داد که هیچ کس تا 2 هفته احساس کنه که کریس هیچ آدمی رو انگار توی زندگیش نداشت که مثلا اگه 2 هفته غیب بشه بپردازن. یعنی اگه با تری همچنان رابطش پابرجا بود دنبالش میگشت و قطعا همون روز اول پیگیری میکرد. ولی خب
تری هم یه اکس بود و همینو بس. خلاصه که 2 هفته میگذره، بعد از 2 هفته تری احساس میکنه من واقعا باید با پلیس صحبت کنم و گم شده، کریس نیست، غیب شده. و بعد از 2 هفته تری تصمیم میگیره بره به ایستگاه پلیس و گم شدن کریس رو اطلاع بده. تا جایی که من فهمیدم توی سال 2014 ایستگاه پلیس این شهر انقدر کوچیک بوده که در واقع 4 تا افسر داشته، حالا پرسنل بیشتر داشته. و وقتی که تری میره توی ایستگاه پلیس و گم شدنش رو اطلاع میده، درخواست ولفر چک میکنه و از اونجایی که مالک خونه‌ای که کریس اجاره کرده بود پدر مادر تری بودن، کلید خونه رو داشتن و میرن خونه رو چک میکنن، میبینن همه چیز سر جاشه، فقط سویچ ماشین و موبایل کریس توی خونه نیست. وسایل همه در حال جمع شدن بوده، یعنی جعبه وسط خونه بوده، ظرفای نشسته توی سینک بوده. اصلا خونه شبیه خونه آدمی نبوده که در واقع قراره بره و دیگه نیاد. و از طرف دیگه یه چیز خیلی مشکوکی پیدا میکنن. خب تا اینجا میتونستن بگن اوکی رفته، حالا اوکی وسایلشو نبرده ولی رفته، اینا رو تمیز نکرده ولی رفته. اما قراردادی که قرار بود امضا کنه و بفرسته برای اون شرکتی که قرار براش کار کنه هم همچنان روی میز بود، روی میز خونش توی آیرون ریور بود. و این به این معنی بودش که خب پس اونجا هم نرفته، چون باید اگه میخواست بره باید میرفت سر کار دیگه. خب نرفته، عملا غیب شده، یهو از روی کره زمین برداشته شده این بشر. توی این قسمت روایت ها خیلی مختلفه. چیزی که من متوجه شدم اینه که نزدیک خونه کریس یه پارکینگ بود، یه گاراژ تور بود که یه حالت دخمه قدیمی بزرگی بود که ماشین اونجا پارک میکردن. تری هر روز رد میشده از اونجا و یه ماشین رو میدیده که خیلی شبیه ماشین کریس بوده و همش میگفته که اوکی مثلا 10 روز بوده کریس نبوده و یه ماشین میدیده که دقیقاً رنگ ماشین کریس و شکل ماشین کریس بوده، همون مدل. و اینجا بوده که میاد اطلاع میده به پلیس و میگه که این ماشین احتمالا ماشین کریسه و پلیس میره چک میکنه. و از بیرون که میدیدن همه چی عادی بوده. البته اینو بگم که از بیرون هم که نگاه میکردن میدیدن زانوبندش توی ماشینه و این به این معنیه که خب کریس نمیتونسته راه بره عملا بدون اون زانوبند رو نبرده، این یعنی غیب شده. همچنان همه چی دارن نشون میدن که یه اتفاقی برای کریس افتاده. کریس با پای خودش و با کمال آرامش نرفته، چون ماشینش هم حتی نبرده. تا حکم بگیرن و در صندوق عقب ماشین رو وا کنن و اینا یکم طول میکشه، ولی بالاخره این کارو میکنن. از چیزی که نگران بودن خوشبختانه با چیزی که نگرانش بودن روبرو نشدن خوشبختانه. اونم چی بود؟ کله چیه؟ رفتم تو پرونده قبلی. اینکه یه وقت خدای نکرده بدن کریس توی جسد کریس در واقع توی ماشینش باشه، تو صندوق عقب باشه، چون صندوقو که نمیتونستم ببینم، ولی اینجوری نبود، صندوق خالی. توی ماشینش همون استیکی نوت که راجبش صحبت کردم و پیدا کردم و کلا کریس استیکی نوت همیشه تو ماشینش داشت و همه چی رو توش مینوشت. توی آخرین صفحه استیکی نوتش، یعنی در واقع روترین صفحه استیکی نوتش، یه آدرس حدودی نوشته شده بود، نه دقیق ولی مثلا حدوداً یه ناحیه‌ای که مثلا تو بری اونجا دیگه مثلا فقط باید خود خونه رو پیدا کنی. همزمان حساب کریستوفر هم چک کردن و دیدن آخرین باری که از حساب بانکیش استفاده کرده 14 اکتبر بوده، یعنی 1 روز قبل از گم شدنش، ساعت 4 بعد از ظهر. از طرف دیگه نیروی پلیس میرن به محل کار کریس، سعی میکنن با تمام همکاراش صحبت کنن. محل کار کریس خیلی بزرگ بود، یه شرکت خیلی بزرگی بود که دپارتمان‌های مختلف داشت، مثلا بخشای اداری داشت، بخشای مثلا خب بالاخره داشتن تولید میکردن، بخشای مختلفی داشت. و خیلی از همکارای کریس میگن که بهتره بریم با کلی صحبت کنید. کلی کاکرن همکار کریس بود و خیلی از همکارای کریس به پلیس میگن که ما چیز زیادی راجبش نمیدونیم، آدم آرومی بود، اوکی بود، دشمنی نداشت، ولی اگر میخواین چیز بیشتری راجبش بدونید، این اواخر از همه بیشتر با یکی از همکاراش به اسم کلی کاکرن خیلی صمیمی شده بود. کلی توی بخش اداری این شرکت کار میکرد و این اواخر یه سری شایعه هایی توی محیط کاری پیچیده بود و خیلی هم بوش در اومده بود و خیلی پر سر و صدا شده بود که کریس و کلی دارن با هم قرار میذارن. حدوداً چند هفته بود که این شایعه ها دیگه به اوج خودش رسیده بود و دیگه گندش کامل در اومده بود. حالا چرا انقدر مهمه یه همچین چیزی؟ به خاطر اینکه کلی کاکرن 35 ساله توی یک ازدواج 13 ساله بوده، یعنی 13 سال بوده که متأهل بوده و شوهر داشته. حالا بیاین این داستان همینجا بذاریم، پلیسا هنوز دارن با همکارا صحبت میکنن و الان رسیدیم به یه اسمی. کلی کاکرن و همسرش جیسن
کاکرن که میتونه کلی متهم این پرونده باشه، یا اگه این مثلث عشقی این وسط باشه میتونه حتی جیسن متهم این پرونده باشه. بیاین یکم کلی رو بیشتر بشناسیم. زن بسیار بسیار دردسرسازیه و این به الان خلاصه نمیشه. از بچگیش شر، دردسرساز، مشکل ساز و اصلا ماجرادار بوده این بشر. توی سن خیلی پایین شروع کرده سیگار کشیدن، وقتی 8 سال 10 سالش بوده سیگار رو شروع کرده، بعد الکل رو شروع کرده، بعد مواد رو شروع کرده. دیگه میدونیم بچهای دردسرساز چه شکلی هم. این لول انقدر زیاد بوده که مادرش احساس میکرده که توی خونه تمام توجهش و تمام انرژیش داره صرف تربیت کردن کلی میشه و از 2 تا بچهای دیگهش، دختر و پسرش، داره غافل میشه. و خب این بچه که تمام عمرش دهن همه رو تو خونه سرویس کرده، واقعا لایق این نیست که مادر اون 2 تا بچه عاقل و سالم هم ازشون بگیره و مادر دیگه هیچ وقتی برای عشق دادن به بچه‌های نرمالش نداشته باشه. و به خاطر همین وقتی که کلی 18 سالش میشه، مادرش تصمیم میگیره که ازش درخواست کنه که آقا یا ترک میکنی میمونی توی خونه زندگی تو میکنی، یا اینکه برو، من دیگه خسته شدم و تو اصلاح پذیر نیستی، خستم کردی واقعا. و همینطور هم میشه. کلی 18 ساله ما تصمیم میگیره خونه رو ترک کنه و از همون موقع و در واقع از قبل از اون با جیسن آشنا شده بوده. جیسن در واقع های اسکول سویت هارتش بوده، یعنی از دوران دبیرستان این 2 تا با هم قرار میذاشتن، اولین عشق هم بودن و خیلی هم همو دوست داشتن و جفتشون هم آدمای دردسرسازی بودن قطعا. و یه مدت که میگذره کلی و جیسن اینجا داشتن با هم زندگی میکردن، هر جایی که فکرشو بکنید، هر جایی که میتونستن میخوابیدن، هر چی که گیرشون میومد میخوردن، تا اینکه مادر بزرگ کلی، یعنی مادر کلی میمیره. و وقتی این اتفاق میفته، مادر کلی یه جورایی میاد دوباره تمام کارهایی که کرده. میبینید وقتی یه نفر میمیره آدم چه جوری میشه، انگار که اوکی منم میمیرم و بذار یه تصویر بهتری از خودم بسازم، بذار بیشتر مراقب اطرافیانم، یه جورایی اون کسایی که هنوز داری رو یه جورایی بیشتر میچسبی. و همین اتفاق برای مادر کلی هم میفته و مادر کلی بهش میگه که اوکی اگه دوست داری میتونی برگردی خونه و من دوستت دارم، دلم برات تنگ شده و از این حرفا. و کلی اینجا میاد شرط میذاره، میگه اوکی من برمیگردم خونه ولی under one condition فقط به یه شرط، اینکه جیسن هم باید بیاد توی خونمون با ما زندگی کنه. اول مامانش موافقت نمیکنه، خیلی با هم میجنگن، خیلی داستانا پیش میاد، ولی در نهایت میگه اوکی باشه ورش دار بیار اینجا یه گوشه بکپین. و همین اتفاق هم میفته. ولی خانواده کلی اصلا از جیسن خوششون نمیومد، معتقد بودن خیلی کنترلگره، خیلی زور حرفای زور میزنه، خیلی خودشیفته است، خیلی رو مخه و اصلا مناسب کلی نیست. یعنی حالا شما ببین این پسر چی بوده. تا اینجا ما داشتیم میگفتیم که کلی خیلی همین خصوصیاتو داشته، ولی مثل اینکه آقا هم این خصوصیاتو داشته و توی چشم خانواده کلی خیلی بیشتر، خیلی شدیدتر بوده لولش نسبت به خود کلی. و این 2 یه مدتی اونجا زندگی میکنن. جیسن از کلی خیلی زود درخواست ازدواج میکنه و کلی زود کلی و جیسن با هم ازدواج میکنن و یه مدتی بعد از ازدواجشون هم توی خونه پدر مادر کلی میمونن، ولی بعدش یهویی تصمیم میگیرن مستقل بشن و اینجا بوده که راهی میشیگان میشن. ولی خب خونهشون خیلی خارج از آیرن ریور بوده، یعنی نه که خیلی خارج ولی خیلی خارج شهر بوده و اولین شهری که بهش نزدیک بودن آیرن ریور بوده. میشد گفت ساکن آیرن ریور هم، ولی یه ذره فاصله داشته خونهشون. تا 3-4 سالی رابطهشون خیلی خوب پیش میره، برخلاف تصورات همه زندگی نسبتا معقول و خوبی داشتن. اما توی یه مرحله‌ای جیسن به خاطر کارش کمرش دچار یه آسیبی میشه و دیگه نمیتونسته کار بکنه، عملاً از کار افتاده میشه و از اونجا به بعد کلی در واقع باید مسئولیت خرج و مخارج زندگی رو کامل به عهده میگرفته و جیسن میتونسته کار کنه ولی کارهای خیلی خیلی پشت میزی و خیلی چیز، و از اونجایی که تحصیلات خاصی هم نداشته نمیتونسته اونقدر کار خوبی پیدا کنه. ولی به هر حال تا جایی که میتونسته کمک میکرده، ولی نانآور خونه از یه جایی به بعد دیگه کلی بوده. از طرف دیگه جیسن از اول زندگیش با یک سری مشکلات روانی مختلفی دست و پنجه نرم کرده و روان سالمی نداشته، آدم افسرده‌ای بوده. حالا شما حساب کن، افسرده بوده، خودشیفته بوده، کنترلگر بوده و الان مجبور بوده بشینه یه گوشه نون و ماستشو بخوره و زن خونه خرجی بیاره و زن خونه در واقع کسی که داره پول میاره تو خونه هم میشه گفت حرفش بیشتر تو خونه برو داره. همین اتفاق تو خونه اونا هم داشته میافتاده و در واقع دیگه حرف آخر رو جیسن نمیزده.
قدرتش کم شده بوده و در کنار تمام اینا اگه همه اینا کافی نیست برای اینکه یک ازدواج رو کن فیکون کنه، جیسن به خاطر افسردگیش و مشکل کمرش عملاً دیگه نمیتونسته رابطه جنسی داشته باشه با همسرش و از نظر جنسی هم این دوتا رابطهشون تقریباً صفر میشه، دیگه هیچی وجود نداشته. و خب حالا اینا رو شما انگار که مثل یه زنجیره‌ای باشه که اینا هی این باعث میشه اون بدتر شه، اون باعث میشه اون یکی بدتر شه و همینجور هی میچرخه و میچرخه. این که افسرده بوده، رابطه خیلی بدی داشتن و از طرف دیگه خرج خونه رو نمیتونسته بده، حرفش برو نداشته، دوباره تاثیر میذاشته، افسرده تر میشده، اون میل میومده پایین تر، همینجور بدتر و بدتر میشده این دایره. سلام علیکم، بی اینجا ببینمت، بی اینجا. سلام، من برگشتم. خدا دختر من، خدا نونوس من، ای من دور قشنگیات بگردم مامانی. و خب یه خانوم توی زندگیش میتونه نیازهای جنسیش خیلی براش مهم باشه، میتونه نباشه. اینا بستگی به این داره که توی چه زندگی هستی و چه جوری بزرگ شدی و چیا اولویت‌های زندگی خودته. خیلی فردی ان اینا، یعنی نمیشه به کسی برچسب بد یا خوب زد. ولی خب کلی احساس میکرده که خب من نیازهای جنسی دارم و همسرم توانایی برآورده کردنشون نداره، پس من باید به آدم‌های دیگه پناه ببرم، در حالی که خب همیشه گزینه‌های دیگه‌ای هم هست. خب تو میتونی ترکش کنی این آدم رو. اما کلی تصمیم میگیره راه اول رو انتخاب کنه و برای همین در کنار همسرش همیشه دوست پسرای مختلفی هم داشته، همزمان با چند نفر بعضی وقتا بوده و خب از اون موقعی که این مسئله پیش اومده یه مدت کوتاهی تحمل میکنه، یه مدت کوتاهی یعنی 1-2 هفته، بعدش شروع میکنه به اینکه زندگی شخصی خودش رو بیرون خونه داشته باشه. بین همین سیل مردان، این دریای مردانی که کلی باشون دیت میکرده، با جیسن آشنا میشه. همین اواخر، یعنی جیسن کات کرده بوده، شاید هم نکرده بوده، نمیدونم، یعنی در واقع چون کلی خیلی حرفش قابل استناد نیست نمیشه فهمید. و چیزی که ما میدونیم تا اینجا اینه که جیسن اون مردیه که یک زن رو از نظر احساسی کاملا تامین میکنه، اینکه حتی با نگاه کردنش میتونه احساس عشقش رو به اون طرف مقابل بده و اینو فقط تری که عشق زندگی جیسن بوده نمیگفته، بلکه خیلی ها میگفتن جیسن کلا مرد خوبی بوده، مردی بوده که تو رو درک میکرده، مردی بوده که به تو پناه میداده. حتی همکاراش، حتی همه آدما اینو توی جیسن میدیدن، توی کریس میدیدن. نیروهای پلیس میان اون لوکیشن حدودی، اون مسیری که جیسن توی استیکی نوت توی ماشینش نوشته بود رو مقایسه میکنن با آدرس کیلی توی محل کارش و میبینن بله این دوتا در واقع یه مسیرن، یه جان، تقریبا همون آدرسه. و اینجوری میشه که نیروی پلیس میرن به خونه کیلی و همسرش جیسون برای اینکه چند تا سوال جواب ساده انجام بدن. فعلا چیزی ندارن، اصلا نمیدونن اصلا شاید کریس زنده باشه، ولی خب الان توی این مرحله میرن که فقط یه صحبتی بکنن و اونجا فقط جیسون خونه بوده. جیسون بهشون میگه کیلی خونه نیست، نمیدونم کی میاد، ممکنه حالا فعلا نیاد، کلا نبود، واقعا هم خونه نبود. ولی خب یه جوری صحبت میکنه که خب افسر پرونده میگه اوکی من برم، فعلا که نیست، حالا بعدن سر میزنم دوباره. و همینجور که داشتن اینا صحبت میکردن یه جوری در واقع جیسن یه جوری داشت صحبت میکرد که کلی نیست، چند روز نیست و من نمیدونم کی میاد و اصلا ممکن تا چند روز دیگه نیاد. و یهو همین وسط همین مکالمه که دیگه افسر داشت وام میداد که بره، یهویی کی ظاهر میشه پشت سرش؟ کیلی میاد و افسر خیلی شوکه میشه و همین اولین رد فلگی بوده، اولین پرچم قرمزی بوده که داشته نشون میداده این پرونده که آقا اینا یه گوهیه، چرا باید دروغ بگی تو این شرایط؟ اگه زنت عادی داره رفت آمده روتینش رو انجام میده، چرا باید الکی بگی نیست، نمیدونم کی میاد، حالا فلان بهمان و اینا. بعد زنش کیلی خیلی سریع جمع میکنه، میگه نه جیسون داشت فقط هوای منو میداشت و مثلا داشت سعی میکرد، نمیدونست، ترسید، شاید فکر کرد من کاری کردم و اینا و جمعش میکنه. خلاصه هر چقدر جیسون ترسیده، سنگ شده، چوب خشک شده، نمیدونه چی بگه، نمیدونه چی کار کنه، کیلی خیلی راحته، خیلی راحت همکاری میکنه، خیلی راحت صحبت میکنه و خیلی حالش خوبه، اصلا نگرانی تو وجودش نیست. و اینکه سرجنت بریت ازش میپرسه، میگه که
تو آخرین بار کی کریس رو دیدی؟ کریس چند روز نیست و غیب شده و چه کمکی میتونی به ما بکنی در راستای حل این پرونده؟ کلی هم میگه که ما همکاریم و اینا. من آخرین بار فکر میکنم 12 اکتبر تا 15 اکتبر بود که ما آخرین بار همو دیدیم و بعد از اون من بهش پیام دادم، جواب نداد، منم دیگه پیام ندادم. و بعد آفیسر برت میاد یه حرکت جالبی میزنه. چیکار میکنه؟ میگه که میاد جلوی جیسن یه اشاره ریزی به این که شما با هم تو رابطه این، یعنی کیلی و کریس با هم تو رابطن اشاره میکنه و میبینه که جیسن عملا هیچ ریاکشنی نشون نمیده و خیلی عادی مثلا به مکالمه داره گوش میده و اینا. و کیلی هم جواب میده و میگه آره ما مثلا هر از گاهی مثلا با هم یه وقتی میگذروندیم و اینا و همسر من در جریانه و اینا. و اینجوری نشون میده که اوکی ما توی یه ازدواج باز هستیم، ازدواج اوپن مریج هستیم و اینجوری. همه چی خیلی مشکوکه، یعنی توی این مرحله افسر پرونده همه چیزو که نگاه میکنه از بیرون احساس میکنه که اوکی اینا واقعا مشکوکن ولی مدرکی نداره. تصمیم میگیره جدا جدا باشون صحبت کنه، چون تا اینجایی که ما فهمیدیم این دوتا دارن همو کاور میکنن. یعنی کیلی در واقع اگه جیسن تنهایی صحبت کنه ممکنه یه نمی پس بده، ولی با وجود کیلی نه، کیلی خیلی قشنگ داره مدیریت میکنه و خیلی قشنگ بلده موقعیت رو دست بگیره، دروغ بگه و اصلا هم مشخص نباشه، یعنی کاملا توی نقشش میتونه فرو بره. شاید هم نه، شاید واقعا کیلی بیگناهه و در جریان چیزی نیست. اگه این یه مثلث عشقی باشه خب قطعا کسی که این وسط خیلی شاکیه، پیستافه و ممکنه دست به جنایتی بزنه باید جیسن باشه. کیلی در طول صحبت‌هاش با نیروی پلیس، در طول بازجویی جدا جدایی که داشت ازشون میشد، میگه که خب ما توی ازدواجمون خوشحال بودیم ولی از یه جایی یه سری مسائلی پیش اومد از نظر فیزیکی برای همسرش که توانایی برآورده کردن نیازهای جنسیشون نداشت و کاملا اوکی بود با این موضوع که خب اوکی من نمیتونم، پس تو هم بالاخره یه سری نیازهایی داری و قرار نیست به پای من بسوزی. و این که میگفتش که کریس تنها مردی نیست که من باهاش رابطه دارم و چه دلیلی داره از بین دریای مردان رو من خودم نمیگم و خود کیلی گفته اینو، از بین دریای مردایی که من دارم باشون دیت میکنم و باهاشون مثلا هم به سر مثلا اینو انتخاب کنه، هیچ دلیلی وجود نداره. نیست همچین چیزی. الکی مثلا انرژیتون رو مان نذارید، دارید مسیر پروندهتون رو اگر جنایتی هم رخ داده باشه دارید مسیر رو اشتباه میرید. اما مکالمهشون با جیسن یکم متفاوت بود. جیسن همون لحظه‌ای که وارد شد، همون ابتدای مکالمه، جیسن خیلی واضح و شفاف گفتش که داره از مشکلات روانی شدید رنج میبره، تمایل به آسیب زدن به خودش، فرد کردن خودش، تمایل به همه چی داره، یعنی اصلا حالش خوب نیست. و اینکه گفتش که من اصلا اوکی نیستم با این وضعیت، اصلا نمیتونم کنار بیام با این وضعیت، ولی دو تا گزینه روبروی منه، یا باهاش مقابله میکنم، یعنی به کیلی میگم که من نمیخوام تو با کسی باشی و توی اون شرایط کیلی ترکم میکنه و من نمیخوام کیلی رو از دست بدم، پس مجبورم بپذیرم. و حتی جیسن میگه که توی 16 اکتبر من انقدر تمایل به آسیب زدن خودم، خودفرتی، نمیتونم کلمه‌شو بگم، از این به بعد اسمشو میذاریم خودفرتی. فرت توی مسافران اگه یادتون باشه به معنی مردن بود. انقدر تمایل داشتم به این کار که 16 اکتبر رفتم بیمارستان روانی و گفتم آقا من حالم خوب نیست، من داره فکرای خطرناکی به ذهنم میرسه. و همین وسطا توی صحبتاش برمیگرده میگه که احساس میکردم که توی شرایطی روانم که خیلی راحت میتونم کنترل بشم، خیلی راحت یک آدمی از بیرون میتونه منو کنترل کنه و یه جورایی این چی میگن چیه منو دست بگیره، افسار منو دست بگیره. این جمله خیلی مشکوکه. خیلی سریع جیسن حرفشو عوض میکنه و همون حرفای کیلیو میزنه که آره من در جریان بودم، ازدواج ما دیگه مجبورن تبدیل به ازدواج باز شده بود و کیلی با هر کسی که دوست داشت دیت میکرد و با آدمای زیاد همون حرفا رو دوباره تکرار میکنه. حالا من دوباره بگم میایین تو کامنت میگین چقدر تکراری میگی. خب و همزمان با اینکه این پلیس روی این افراد تمرکزشو گذاشته بود، داشت دنبال کریس هم میگشت، چون واقعا ممکن بود که کریس مثلا توی جنگل گم شده باشه، ممکن بود یه حیوان وحشی بهش آسیب زده باشه یا هر چیز دیگه و پلیس واقعا نمیخواست که وقتشو هدر بده. شاید اصلا کریس اون بیرون هنوز زنده باشه. ولی در کنار اون یه جایی توی این پرونده به تری هم شک میکنن، یعنی مامورای پلیس خیلی میگن که اوکی ما چرا به تری شک نداریم، تری هم انگیزه‌شو داره، بالاخره اکسش بوده، بهش خیانت کرده، همه اینا هست، هم داشته ترکش میکرده و میرفته و هزار یه چیز دیگه. تری عملاً هنوز دوستش داره، ماشینشو تری پیدا کرده، تری اعلام مفقودیشو کرده و همه اینا. ولی سرجن برت یه جورایی با احساساتش داشته یکم جلو میرفته
رفته و احساساتش داشته بهش میگفته که بابا این کاری نکرده. میگفته اوکی اگه شما میخواین روی تری بیشتر وقت بذارید اوکی، کاملا اوکی، ولی من ترجیح میدم که کسای دیگر رو یکم بیشتر بررسی کنم. یه چیزی توجه پلیسا و بازجو رو خیلی جذب میکنه، اونم این بودش که کلی آدم خوش صحبتیه. کلی توی اتاق بازجویی که ممکنه سوتی بده اگه کاری کرده باشه، اگه در جریان باشه و هر چیز دیگه، راحت ساعتها صحبت میکنه. پس آدم خوشمشربیه، پس آدمیه که خیلی صحبت میکنه، پس شاید آدمای دیگه هم خیلی راجبش اطلاعات داشته باشن و اینا، و تصمیم میگیرن که یکم بیشتر از اطرافیان کلی در مورد کلی تحقیق کنن. همین کارم میکنن و از کجا شروع میکنن؟ قطعا محل کارش و همکاراش توی همون بخشی که خب اینا قبلا با بیشتر افرادی صحبت کرده بودن که توی بخش تولید بودن، ولی خب الان میخواستن برن توی بخش اداری و با همکارایی که بیشتر با کلی در ارتباطن صحبت کنن. و اونجا بوده که میفهمن که کلی خیلی راجع به زندگی خصوصیش به همکاراش میگفته، خیلی میگفته ناراضی از زندگیش، میگفته همسرش خیلی کنترلگره، حتی یک بار اسلحه گرفته سمتش و میخواسته به شلیک کنه، بارها تهدیدش کرده که میکشتش، آدم خطرناکیه، کنترلگره، بسیار وحشیه و خیلی از همسرش میترسه و در کنار اینا کار نمیکنه و خیلی چیزای دیگه. ولی در کنار این حرفایی که داشته از طرف همکارا و اطرافیان کلی که فقط ساید و از طرف کلی در واقع شنیده بودن، میان پیامای بین این زوجم چک میکنن، ولی تو پیام‌ها چیزی که میبینن کاملا برعکس این ماجراست. چی میبینن؟ اونی که بیشتر داره آسیب میبینه جیسنه و جیسن دائما داره التماس کلی میکنه که بیا خونه، شاکیه از این که میگه تو الان از یه دیت اومدی خونه، لباستو عوض کردی و رفتی سر یه دیت دیگه. خب و اینا خیلی برای یه همسر خیلی چیز وحشتناکیه و جیسن داشته خورد میشده تو این ازدواج و قشنگ معلوم بوده که جیسن قدرتش در واقع اگرم قبلا قدرتی داشته الان دیگه نابود شده، پایمال شده. و یک جایی از محتوای چتی که بینشون صورت گرفته بود مشخص میشه که جیسن در واقع رفته خونه کریس و کلی رو مچشون رو روی تخت گرفته، یعنی در این حد. دوباره این زوج رو برای بازجویی میخوان. وقتی که کار به اینجا میرسه و میبینن اسم کریس توی همچین مکالماتی بین این زوج اومده، دوباره ازشون میخوان که بازجوییشون کنن و اونا دوباره برمیگردن به اتاق بازجویی جدا. حالا چرا پلیس میتونسته بیشتر ازشون بازجویی کنه؟ به خاطر اینکه فیلم دوربین مداربسته نشون میداده که جیسن نزدیک‌های خیلی خیلی نزدیک خونه کریس داشته راه میرفته، توی دوربین افتاده بود فیلمش. و وقتی که از جیسن میپرسن و این فیلمو نشونش میدن، جیسن میگه من اصلا نمیدونستم اینجا نزدیک خونه کریسه، من داشتم پیاده روی میکردم و من کلا خیلی علاقه دارم به پیاده روی و اینا. و همونجوری که قبلا بهتون گفتم خونه جیسن و کیلی خیلی دور بوده از شهر، از آیرن ریور، و تو چجوری از خونت پیاده روی کردی تا وسط شهر؟ یه مسیر طولانی کیلومترها پیاده روی کردی با کمردرد. و همچنین توی این پیام ها مشخص میشه یک اریک نامی هم هست که در واقع اریک هم در واقع اضافه کنیم به این مثلث و این مثلث رو تبدیل به مربعش کنیم و یک کنجش هم اریک نشسته در واقع. و اریک هم در واقع یکی از لاو افرها و یکی از همبسترهای کیلی بوده. پلیس میاد میگه اوکی حالا ما از اینا هیچی نمیتونیم در بیاریم، با اریک صحبت کنیم، شاید اصلا اریک اون حسوده بوده تو رابطه که یه بلای سر کریس آورده. با اریک هم همکارشون بوده، صحبت میکنن و اینا و اریک میگه که نه من در جریان چیزی نیستم و کریس رو به اون صورت چیز نیستم، ولی میشناختم، میدونستم همزمان با من کلی با کریس هم رابطه داره و میدونستم شوهر داره و اصلا برام مهم نبود، من فقط کاملا به چشم یه چیز جنسی نگاه میکردم به این رابطه و واقعا برام مهم نبود. از اریک هم چیزی در نمیاد، ولی یک چیز مفید به پرونده اضافه میکنن، اونم اینه که اریک بهشون میگه که ما معمولاً توی یه پارکینگی با هم قرار میذاشتیم، یه گاراژی با هم قرار میذاشتیم و اونجا مثلا میک اوت میکردیم و میک لاو میکردیم و اینجور چیزا، مثلا اونجا با هم رابطه داشتیم خیلی وقتا. و اون پارکینگ کجا بود؟ همون پارکینگی بود که ماشین کریس توش پیدا شده بود. و اونجایی که یادم رفت اینو بهتون بگم، اونجایی که جلوی در خونه رفتم باشون صحبت کردم و گفتم ماشین کریس تو فلان پارکینگ پیدا شد، کلی ادعا کرد که اصلا نمیشناسه اون پارکینگ رو و تا حالا اصلا اونوری مسیرش نخورده. و اینجا بود که یک دروغی در واقع رو شد و مشخص شد که احتمالاً اینا بیشتر از اون چیزی که دارن
داره نمشون پس میده میدونن. توی این مرحله پلیس تصمیم میگیره که از پرونده کناره گیری کنه. میگه اوکی ما تمام تلاشمون رو کردیم این پیدا نمیشه، احتمالاً رفته یا مرده یا هر چی دیگه، پلیس بیشتر از این نمیتونه وقت و انرژیشو روی این پرونده بذاره. ولی آفیسر فریزو یه خانم بوده، این که تا اینجا توی پرونده بوده و داشته زورشو میزده، معتقد بوده که نه آقا خیلی نزدیکیم به پیدا کردن قاتل و حیف اینجا رها نکنیم این پرونده رو، واقعا داریم پیداش میکنیم، ما میدونیم که کیلی و جیسون یه کاری کردن فقط مدرک نداریم و بیاین ول نکنیم پرونده رو اینجا. ولی پلیس میگه ما دیگه انرژیمون رو گذاشتیم و نشد. و اینجا بود که فریزو تصمیم میگیره که شخصا اینو ادامه بده، یعنی میاد میگه که اوکی من تو تعطیلاتم میخوام به این پرونده رو بررسی کنم، اگه ایرادی نداره من اصلا نه حقوقی میخوام بابتش نه چیزی، نمیخوام اینجوری رها بشه. در کنارش یه سری از این گروه های تجسسی خصوصی مثل جایی که کاراگاه های خصوصی ازش استخدام میکنن و اینا، چون پرونده خیلی عمومی شده بود و علنی شده بود، اونا هم داوطلبانه میان به آفیسر فریزو کمک میکنن. در واقع از اینجا به بعد دیگه پلیس خیلی نقشی نداشته، فقط تنها نقشی که داشته این بوده که میدونسته آفیسر فریزو داره این کارو انجام میده و میگفتن که اوکی باشه اگه دوست داری تو زمان شخصیت انجام بدی اوکی، اگه حالا مجوزی چیزی خواستی ما بهت میدیم، ولی دیگه پلیس نیرو بهت نمیده، خودتی و خودت. اینجا فریزو موفق میشه مجوز بررسی کامل منزل همین زوج مسخرمون رو بگیره و این کارو میکنه و میره خونهشون با همین گروه های شخصی تجسسی. حالا اینجا چند ماه از پرونده گذشته از این اتفاقات، خودشون هم میرن خونه همسایه دیوار به دیوارشون، اونجا میمونن. بعد از یه مقداری گشتن میبینن یه بخشایی از خونه سقفش و دیوارهاش تازه رنگ شده و چند لایه رنگ شده و با جایگذاری نور توی جای درست احساس میکنن که قطره های پاشیده شده یک اسپات های تیره تری، یه لکه های تیره تری زیر این رنگ وجود داره. و اینجاست که لومینال میارن. لومینال همون مایعیه که وقتی میزنن روی هر سطحی نشون میده که یه رنگای دیگه، نه فقط به خون، به چند تا چیز مختلف ریاکشن نشون میده که یکیش خونه. میزنن و میبینن بله کاملا مشخصه که اینجا یه چیزی بوده قبلا، یه پاشش یه رد پاششی وجود داره، حالا خونم نباشه یه رد پاشش عجیبی وجود داره که انگار مثلا یه نفر خون بوده دیگه با اسلحه زده و یکی مرده اینجا، ولی خب نمیتونستن ثابت کنن خونه، یعنی به خاطر اون ترکیبات شیمیایی با رنگ و اینجور چیزا نمیتونستن اینو ثابتش کنن. در کنار این خونه اینا یک کلکسیون بزرگ از سلاح بوده، گرم و سرد، داغ و خنک، یعنی هر چی فکر کنی، از شمشیر و قمه و اسلحه های بزرگ و کوچیک و اینا بگیر برو تا یعنی مثلا چیزای جیبی کوچولو، همه چی. حدوداً 10 ساعت این جستجو طول میکشه و بعد از 10 ساعت پلیس میره خونه همسایه که بهشون بگه که اوکی سرچ ما تمام شد میتونیم برگردین خونتون. وقتی میرن میبینن که جا تره و بچه نیست. این زوج فلنگو بستن و رفتن. همسایه میگه اینا رفتن گفتن کار دارن ولی هنوز نیومدن. از اونجایی که این تیم حدس زده بودن که یه همچین اتفاقی بیفته، یه جی پی اس به زیر ماشین جیسون وصل کرده بودن. متوجه میشن که این زوج برگشتن ایندیانا. و یعنی چی؟ یعنی اینکه بین ایالتی شده، یعنی دیگه از دست نیروهای تجسسی یا افسری که توی میشیگان بوده کاری بر نمی اومده. این که چیز شده چیز بدی نیست از این ایالت رفتن. الان دیگه پای اف بی آی میاد وسط. با دسترسی اف بی آی به سیستم های مختلف خیلی راحت میدونین اون ارگان خب ارگان قوی تری از یه ایستگاه پلیسی که کلا 4 تا افسر داره و خیلی راحت میتونن از جی پی اس ماشین کریس متوجه بشن آخرین جایی که رفته بوده در واقع خونه کیلی بوده و از اونجا ماشینش منتقل شده به اون پارکینگه. توی همین وضعیت که حالا این اتفاقات داشته میفته، اینو حتما باید بهتون بگم که همون نیروهای تجسسی و خود فریزو صحبت میکنن با همسایه ها، با همین همسایه‌ای که خونهشون بودن همون روز صحبت میکنن، با همسایه های دیگه هم صحبت میکنن و همسایه ها چیزای خیلی جالبی برای ارائه دادن به پلیس داشتن. میگفتن که 15 اکتبر یک صدایی مثل کوبیده شدن وحشتناک در یا یه همچین چیزی از خونه این همسایه اومد و خب
طبیعی بودش. بعدش صدای جیسن و کیلی اومد که داشتن با هم جر و بحث میکردن. بعد از اون تا چند روز صدای اره میومد، صدای چکش میومد، تا ساعت 2 شب 3 شب سر و صدای عجیب غریب، صدای دریل میومد. اصلا معلوم نبود چه خبره تو خونهشون. حتی به حدی رسید که همسایه ها مجبور شدن بهشون بگن آقا دیوونمون کردین، چیکار دارین میکنین؟ با اینکه با همسایه ها خیلی اوکی هم بودن، ولی خب تا 2 شب بالاخره اوکی هم باشین، بالاخره دیگه باید صداتون رو یه تایمی خفه کنین دیگه. خلاصه بعد از این سر و صداها دود غلیظی بود که از حیاط پشتی این خونه می اومد و بوی بسیار زننده. و وقتی همسایه‌ها میگفتن آقا این بوی چی از خونه شما داره میاد، حالمون داره به هم میخوره، اینا میگفتن ما داریم علف هرز و مثلا آشغالای زباله‌های مثلا خودمون و اینا رو آتیش میزنیم. بعد همسایه‌ها مثلا میگفتن خب ما هم همیشه این کارو میکنیم، هم علف آتیش میزنیم هم زباله آتیش میزنیم یه وقتایی، ولی این بو رو هیچ وقت ما تجربه نکردیم. خلاصه که انقدر این زوج اون چند وقت مثلا از 15 اکتبر تا 17 اکتبر رو مخ همسایه‌ها بودن که همسایه‌ها حتی به شوخی میگفتن چیکار دارین میکنین؟ دارین یه کاری میکنین زنگ بزنین پلیس، انگار مثلا دارین جنازه میسوزونین و اینا. بعد از این ماجرا همسایه‌ها رو دعوت میکنن این زوج توی خونه‌شون، میگن مثلا برای دلجویی این چند روز ما خیلی اذیتتون کردیم و اینا. دعوتشون میکنن به صرف شام. بله، همسایه‌ها رو دعوت میکنن و یک میت پارتی اونجا به راه بوده دیگه. هر مدل گوشتی که تو فکرشو بکنی اینا داشتن، باربیکیو داشتن، استیک داشتن، همه چی داشتن. و همسایه‌ها همش میگفتن که این استیک رو کجا گرفتین؟ یه بوی عجیبی میده، این مزه‌ای نخوردیم ما تا حالا گوشت. و در جوابشون جیسن گفتش که این گوشت خوبیه، نگران نباشید، من این گوشت رو از یه قصابی که قبلا خودم توش کار میکردم خریدم. و سپویلر الرت، جیسن هیچ وقت تو قصابی کار نمیکرده. این گوشتم از کجا اومده هیچکی نمیدونه، ولی همسایه‌ها میگفتن کلا این کاکران ها همیشه معروف بودن به اینکه پول نداشتن، همیشه 7شون گروه 8شون بود، 8شون گروه 9شون بود. این هیچ وقت ثابت نشد، ولی این تئوری وجود داره که اینا گوشت کریس خدا بیامرزه خوردن. توی داکیومنتری دد نورث این همسایه‌ها میان صحبت میکنن و میگن که خیلی 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 براشون سخت شده زندگی از بعد اون اتفاق. هنوزم مشخص نشده اون چیز و اون دیگه دفن شده بوده، هنوزم مشخص نشده گوشتی که خوردن چی بوده، ولی خیلی از اونا بعد از این اتفاق دیگه نتونستن گوشت بخورن و افسردگی گرفتن، کاهش وزن گرفتن، حالشون بد میشد، اصلا غذا نمیتونستن بخورن. و میتونیم حق بدیم بهشون، هرچند حیوان خوردن هم همونه. ولی در کنار این همسایه‌شون میگفتش که اون روزی که در واقع این گروه اومده بودن برای تجسس خونه، کیلی که تا اینجا تو پرونده حتی تو اتاق بازجویی، حتی در مقابل پلیس هم اعتماد به نفسش رو از دست نداده، میگفتن که کلی خیلی استرس داشت و دائما داشت زیر لب یه چیزی تو گوش جیسن میگفت. کاملا داشتن با هم حرف میزدن، یه جوری که مثلا آماده این بودن که یهو دعواشون بشه، بزنن همه چی رو بترکونن و مثل یه بمب ساعتی بودن. و از طرف دیگه جیسن همچنان مثل یه سنگ خشک شده بود، هیچی نمیگفت، پر از استرس و اینکه خیلی رفتارشون غیر طبیعی بود. و میگفتن که کاکران ها اون روز اصلا مثل همیشه نبودن، یه چیز دیگه بودن. کاکران که من میگم فامیلی این زوجه. پلیس با اون جی پی اسی که زیر ماشین جیسن بوده میدونستن این زوج کجان، اما نمیخواستن برن دنبالشون. در واقع میخواستن با دست پر برن دنبالشون و زمانی برن که دیگه اینا رو بگیرن و ببرن زندان. و برای همین داشتن سعی میکردن یک اثری، یک تیکه، یه دندونی، یه چیزی از این کریس بیچاره پیدا کنن که بتونن ثابت کنن که کریس مرده. عملا هیچی از کریس وجود نداشته، کریس اصلا انگار دود شده بوده رفته بوده تو هوا. تا اینکه توی همین مرحله یک تماس با 911 گرفته میشه. کی این تماسو گرفته؟ کیلی. چیو میخواد گزارش کنه؟ اینکه همسرش واکنشی نشون نمیده و انگار اصلا حالش خوب نیست و انگار اوز کرده. اورژانس که میرسه، مامورای اورژانس بعدتر میگن که کیلی انقدر داشت وحشی بازی در می آورد و انقدر داشت داد و بیداد میکرد و داشت سعی میکرد که یه کاری کنه مامورای اورژانس نتونن کارشون رو درست انجام بدن، که یه جای عملا یکی از مامورای اورژانس برمیگرده بهش میگه خفه شو و برو بیرون. خب یعنی تا اینجا، یعنی خب همیشه تو اون شرایط مامورای اورژانس خیلی براشون مهمه که بی احترامی نکنن و درک کنن که این همسره، این فرزنده، این ریلیتیو الان تو شرایط بدیه، ولی انقدر رو مخ بود که میگن خفه شو برو بیرون. اونجا مامورای اورژانس متوجه میشن که جیسن بیهوش نشده،
دوز نکرده، جیسن مرده، تموم شده. دوز کرده یا نکرده نمیدونیم ولی مرده. آفیسر آگدن، افسر ارشد این پرونده، خیلی جدی پیگیر این بود که اینو ببریدش پزشکی قانونی و به من بگید که دقیق چه اتفاقی برای این افتاده. این مرگش قطعا زیر سر زنشه. وقتی که میره توی پزشکی قانونی و بدنش چک میشه، مشخص میشه که یه حجم خیلی بالایی از اون پودر سفید H word توی بدنش بوده، اما دلیل مرگش کمبود اکسیژن یا همون اسفیکسییشنه که قبلا هم راجبش صحبت کردم. این اصطلاح پزشکی رو چون من خودم خیلی دوست دارم یاد بگیرم به شما هم یاد میدم. اسفیکسییشن یعنی اینکه راه نفسش بسته شده و مرده. پزشکی قانونی گفتش که قطع به یقین این با فشار دست روی بینی و دهنش و کمبود اکسیژن در واقع مرده. ولی کلی فکر میکرد که برای پلیس این غیر قابل فهمه، یعنی فکر توی ذهن احمق خودش میگفتش که اوکی اینا خب یه لحظه حالا اکسیژن کم آورده ولی انقدر دوز موادی که تو بدنش بالاست که احتمالاً پلیس شک نمیکنه و فکر میکنن به خاطر دوز مرده. و اینجا پلیس هیچی بهش نمیگه که فهمیده، یعنی FBI همچنان این زن رو دستگیر نمیکنه برای اینکه میخواستن ازش اعتراف بگیرن. اوکی بوده، الان میتونستن به جرم قتل همسرش بگیرنش، ولی میخواستن یه کاری کنن که کریس هم حداقل یه ذره‌شو پیدا کنن برای خانواده‌اش و تری. و همزمان که کلی داشت توی اینستاگرامش و فیسبوکش پست‌های غم انگیز از دست دادن عشق زندگیش که تا دیروز همه اطرافیانش به عنوان یک کنترلگر روانی میشناختنش پست میذاشت و اندوه و غم و اینا رو میکرد تو چش مردم و یه مراسم تشییع جنازه با شکوه برای همسرش میگرفت، همزمان با اینا کاراگاه آگدن و افسر فریزو که تا اینجا اصلا کلا دیگه کار خودشو عملا دیگه ول کرده بود، با هم داشتن صدشون رو میذاشتن که یک اثری از این کریس بیچاره پیدا کنن. همه جا رو میگشتن به امید اینکه یک DNA ریز از این بشر پیدا کنن که فقط ثابت بشه این مرده، این دیگه وجود نداره. کاراگاه آگدن کاملا نقطه ضعفای کلی رو پیدا کرده بود. کلی عاشق حرف زدن بود، عین من عاشق حرف زدن بود و فقط میخواست یه نفر بشینه جلوش سفره دلش رو وا کنه. و کلی اینجوری بودش که اگه این طرف مرد باشه که چه بهتر، و بسیار بسیار علاقه داشت به اینکه خودش رو ویکتیمایز کنه، خودش رو معصوم و قربانی ماجرا جلوه بده توی هر اتفاقی. ببینید بازجویی از کلی، کلا بازجویی رو بذاری کنار هم، بیشتر از 100 ساعت طول کشیده. اینا همه تازه قبل از اعترافشه. سپویلر الرت، اعتراف میکنه. ولی بیشتر از 100 ساعت این بازپرس بدبخت داشته با این حرف میزده و کاملا یه نقش دیگه به خودش گرفته بوده. اصلا بهش فشار نمی آورده، کاملا باش همزاد پنداری میکرده، کاملا بهش حق میداده. طی صحبت ها دائما به چشماش نگاه میکرده، میگفته من خیلی درکت میکنم، تو خیلی گناه داری، چقدر تو تحت فشار بودی، چقدر تو آسیب دیدی. دستاشو همش میگرفته موقع حرف زدن و با این حال کلی نم پس نمیداده. یعنی تو بگو از میزی که توی این مکالمه بود، از این لامپی که این بالا چرخ میخورد حرف در میومد، از کلی حرف در نمیومد در مورد اینکه چی کار کرده. فقط داشت میگفت من خیلی بدبختم، من خیلی ستم کشم، من فلانم. اینجا یه اتفاق خیلی جالبی میفته. یکی از دوستای صمیمی جیسن میاد از سر اینکه آقا من دلم میسوزه، این رفیقم بوده، فقط با هم بازی آنلاین میکردم، میگفت خیلی با من درد و دل میکرد. میاد FBI و با کاراگاه آگدن صحبت میکنه. میاد میگه که ببینید این چیزایی که این زن داره میگه، چیزایی که من دارم میبینم تو رسانه اصلا واقعیت نیست. من با جیسن خیلی وقت میگذروندم. جیسن مثلا همیشه خونه بود، داشت آنلاین بازی میکرد و خیلی خیلی مرد بدبختی بود. زنش جلوی چشمش داشت همش بهش خیانت میکرد و هیچی نمیگفت، عملا به خاطر اینکه هم حالا از نظر مالی به زنش وصل بود و اون داشت خرجشو میکشید و میدونست اگه رابطهشون تمام شه باید رو پای خودش وایسه، شرایط فیزیکیشو نداشت. و از طرف دیگه واقعا جیسن تا جایی که من میشناسمش این هیولایی که آدم خوبی نبود، ولی این هیولایی که داره ازش ساخته میشه هم نه. کارگاه آگدن و افسر فریزو میان با هم یه برنامه میذارن با همین آقا، میگن که بیا ستایی با هم یه پلنی بریزیم
یه حرکتی رو این بزنیم، این نم پس نمیده، هر کاریش میکنیم. چی کار میکنن؟ میان میگن خب کلی تو رو میشناسه، تو بیا بهش زنگ بزن، بگو که جیسن 2-3 روز قبل از مرگش برای من یه نامه فرستاد که الان تازه به دست من رسیده. یه نامه فرستاد که این نامه مهرموم شده است و محرمانه است و من بازش نکردم و روش نوشته که اگه اتفاقی برای من افتاد این نامه رو برسون به دست آفیسر فریزو توی ایستگاه پلیس رد چیه؟ آیرن ریور. اینجا بوده که کلی یهو به تقلا و به تکاپو میفته و میگه نه تو رو خدا نفرست و فلان نکن و از این حرفا. از طرف دیگه اونو یکم نامه‌ای وجود نداشته، خب اونو یکم نگهش میداره، خودش سری زنگ میزنه به کارآگاه آگدن و میگه چیزایی هست که من باید بهت بگم، یه سری چیزا هست که من بهت نگفتم. و حالا دیگه لانگ استوری شورتش کنیم، یه ذره سری میخوام جمعش کنم. همچنان داشته سعی می‌کرده خودش رو قربانی نشون بده، ولی تو مکالمه‌هاش میگه که جیسن در واقع کریسو کشته و میگه که جیسن کشتتش، مسله کرده، تیکه تیکش کرده، تو کیسه های آشغالی بزرگ انداخته سیاه و سرتاسر شهر پخش کرده، یه سری بخشاشو خاک کرده، هر چی رو یه جا انداخته و از این حرفا. مشخص بوده توی حرفاش که همچنان داره همون سناریوی قربانی نشون دادن خودشو بازی میکرده و نمیخواسته چیزی رو به اون صورت گردن بگیره. تا این مرحله همچنان باید اشاره کنم که کیلی همچنان زندان نیست، همچنان میاد صحبت میکنه میره. انگار پشیمون شد، یه کاری آنی انجام داد، بعد یه ذره فکر کرد، گفت شت من چرا رفتم اینا رو گفتم و تصمیم میگیره فرار کنه. شاید باورتون نشه کلی تو این مرحله فکر میکرد که آفیسر آگدن داره مخشو میزنه و در واقع حال کرده باهاش. من نمیدونم این بشر چرا فکر میکنه همه تو نخشم. بهش پیام میداده همچنان یه جوری که آره من الان وست کوستم، خیلی داره به من اینجا خوش میگذره و اینجا خیلی جای جذابیه. هر از گاهی باهاش چت میکرده. آگدن هم همچنان سعی میکرده اینو نگهش داره و باهاش صحبت میکرده و در نهایت اف بی آی موفق میشه ردشو بزنه و مشخص میشه که اصلا وست کوست نبوده، در واقع توی وینگو توی کنتاکی بوده و داشته دروغ میگفته. اونجا رفته بوده پیش خانواده‌اش توی مرحله توی کنتاکی زندگی میکردن. اینجا تصمیم میگیرن اوکی دیگه بیشتر از این رفتش ندیم. همچنان چیزی از کریس پیدا نکرده بودن و میگن اوکی دیگه ما که میدونیم شوهرش رو کشته، حداقل برای این محاکمش کنیم. حالا دیگه هر چقدر دلشون میخواسته میتونستن بازجویی کننش. دیگه کلی هر روز داشته یه داستان تعریف میکرده. یه روز تصمیم میگرفته قربانی باشه، یه روز تصمیم میگرفته یه کاراکتری باشه که انتقام مثلا عشق زندگیش کریسو گرفته و فلان و بهمان. میگه که آره من کشتم، آره کریسو من گفتم، جیسن من کشتم. نمیتونم خستم، فشارم پایینه. جیسن کی کشت؟ ما کشتم. بعد یه روز میومده میگفته که خودم به جی گفتم، مثلا من به جی کیه؟ جیسن. ما به جی صداش میکنیم از اینجا. یه جایی میگفته خودم به جیسن گفتم که من با کریس رابطه دارم. بعد یه جایی میگفته نه ما تو خونه کریس بودیم و جیسن اومد مچمون رو گرفت. خلاصه هر روز یه داستانی داشته میگفته و اصلا اهمیتی هم دیگه نداشته توی این پوینت. اون چیزی که پلیس احتیاج داشته رو داشته و قرار بوده بره واسه محاکمه. در مورد مرگ کریس اما در واقع این بازپرسی ها و این بازجویی ها برای این بود که در مورد کریس یه چیزی از این زن در بیارن. بالاخره کلی میاد یه سری حرفایی میزنه، میگه که وقتی که جیسن فهمید که من با کریس رابطه دارم میخواست بکشتش. آها بیاین اینجا اول یه چیزو بهتون بگم که تا اینجا بهتون نگفتم که خیلی مهمه. تو شورت استوری و همه جا هم داشتم پوزشو میدادم ولی نگفتم. اینا موقع ازدواجشون، جیسن و کلی لحظه ازدواجشون با هم یه عهدی بستن، یه پیمانی بستن. حالا معمولا آدما لحظه ازدواجشون پیمانای چی میبندن؟ اینکه به هم وفادار باشیم، in sickness and in health. اما این داستانا نبوده برای این زوج. مسئلهشون مشکل مثلا تو بیماری و سلامتی، خوشی و غم و اینا نبوده. به هم قول میدن و با هم پیمان میبندن که اگر یک روزی یکی از ما با یه نفر دیگه خارج از رابطه ارتباط برقرار کرد، ما یعنی اون پارتنره باید هم پارتنرشو که خیانت کرده هم اونی که باهاش به پارتنر خیانت کرده رو بکشه. آخه کی لحظه تو لباس سفید عروسی به قرآن شگون نداره همین کارا رو میکنین، اینجوری سیاه بخت میشین دیگه. میگه که وقتی که جیسن رابطه من و کریس رو فهمید خیلی شاکی شد و گفتش که ما باید سر عهدمون بمونیم. جیسن میخواست بره به آپارتمان کریس و بکشتش. بعد اینجا کیلی میگه که نه عشقم، تو آپارتمان خودش نکشش، تو که میخوای بکشیش بیار خونه خودمون بکشش که گندکاریاشو جمع کنیم و تو آپارتمانش لو میری.
و نمیدونم چرا، با اینکه ادعا میکنه کیلی، اینقدر خندیدم اشکم در من، ادعا میکنه که عاشق کریس بوده، اما به جیسن میگه بیارش خونه بکشتش. بعد میگن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. کلی زنگ میزنه به کریس. الان داریم راجع به 15 اکتبر صحبت میکنیم، روزی که کریس ناپدید شد. همیشه کلی میرفته آپارتمان کریس برای اینکه با هم باشن، ولی اون روز زنگ میزنه میگه تو بیا خونه ما. بعد کریس خیلی شوکه میشه، میگه شوهرت هست و اینا. میگه که نه شوهرم نیست، نگران نباش. و هی باز کریس اصرار میکرد، میگفت نه درست نیستش، حالا تو خونه شما و اینا. انقدر شعور داشته که انقدر احترام بذاره به ازدواج اونا. اما کلی گولش میزنه با چی؟ با لازانیا. میگه بیا میخوام بعد لازانیا درست کنم و بیا. بعد کریس هم میگه باشه. اونجا بوده که کریس داستان ما وا میده، میگه اوکی میام. کجا بیام؟ چششو میبنده میره روی تخت جیسن بدبخت. و اونجا خلاصه که اینا وقتی که در حال انجام این فعل و انفعالات فیزیکی بودن، نمیتونم خود تو میخواستی بکشیش دیگه، در اومد تو بکشش دیگه، چرا وایسادین تا اون مرحله پیش برین؟ خلاصه که میکشنش. جیسن میاد با اسلحه شلیک میکنه به مغزش و میکشتش. تمام شد. اینو که کیلی داشت تعریف میکرد، داشت تمام تلاششو میکرد که خودشو مظلوم جلوه بده. آقا تو به جای اینکه مثلا زنگ بزنی به کریس بگی آقا همسر من فهمیده میخواد بیاد بکشتت، زودتر برو، تو که داری میری یه جای دیگه، زودتر برو، اینکه خونتو میدونه کجاست، یه کاری بکن، یه حرکتی بزن. برگشتی به شوهرت گفتی نه بذار من بیارمش خونه که کسی نفهمه. بالاخره تو باعث قتل شدی، تو میتونستی از این قتل پیشگیری کنی. جدا از اینکه اون کمر شکسته که کج و کوله بود آردی، میزدی یه دونه فرق سرش بشینه تو خونش زندگیشو بکن. خودت میتمرگیدی زندگی تو میکردی خراب. با وجود اینکه تمام زورشو داشت میزد، ولی خب شریک جرم بود به وضوح. برای پلیس اعترافاتش کاملا واضح بود که آقا این بشر شریک جرمه، اگه قاتلم نباشه، اگه ماشرم خودش نکشیده باشه، شریک جرمه و همین کافی بود. کلی توی پروسه اعترافش میگفتش که آره من جیسون رو کشتم، ولی به خاطر اینکه اون عشق زندگیمو از من گرفت و از این چرت و پرتا رو داشته تفت میداده. و میگفتن خب تو میتونستی یه کاری کنی که نکشتش، تو میتونستی کمک کنی و فرار کنی، اون که داشت میرفت خبر مرگش، تو چرا یه کاری نکردی زودتر بره؟ خلاصه اینکه گفت آره من به خاطر این انتقام گرفتم و الان مساوی شدیم، تو مثلا عشق منو کشتی، منم تو رو کشتم، تموم شد و رفت. یه همچین فازی برداشت. در مورد چجوری کشتن جیسون میگه که جیسون مواد مصرف نمیکرد و من همیشه مواد مصرف میکردم و من گو تو پرسنش بودم برای و میگه که اومد پیش من گفت من خیلی کمرم درد میکنه، اعصابم خیلی داغونه. خب بالاخره آدم کشته بوده و اصلا حالم خوب نیست و اینا، یه چی بده من مصرف کنم. و اونجا بوده که کیلی میگه اوکی. به این فکر میکرده که خب این همش داره سوتی میده جلوی پلیس و یکم دیگه ما بازجویی بشیم، الان قطعا تو خونه ما یه عالمه چیز پیدا کردم و در به در دنبالمونن. کیلی با خودش فکر میکنه که خب این قطعا سوتی میده و سر منو به باد میده، بذار من بکشمش که دهنش بسته بشه و من به خاطر 2 تا قتل بیافتم زندان. اصلا همیشه همینه. من نمیدونم، آدم میکشن که همه چی رو بهتر کنن، ولی واقعا اگه به خاطر نکشتن اون چیز بود حداقل شریک جرم میشدی، یه 20-25 سال زندان میگرفتی فقط. خلاصه که میاد یه دوز خیلی زیادی مواد بخورده به مشام این میده، ولی اووردوز نمیکنه. میبینه که این هنوز زنده است و داره نفس میکشه، فقط حالش خیلی بده. و بعد اونجا خودش دستشو میذاره روی دماغ و دهنش و این میمیره. اینجا پلیس، FBI، همه فقط به این فکر میکردن که کیلی برای اینکه این اولین قتلاش باشه خیلی خونسرده، خیلی بلده، خیلی راحته و خیلی قشنگ همه چی رو جمع کرده. و پلیس واقعا احساس میکرد که محال ممکنه که اینا یعنی کریس اولین قتل این زوج باشه یا حداقل اولین قتل کیلی باشه، ولی مدرکی نداشتن. همونجور که گفتم کریس هم نمیتونن پیدا کنن. عملا اعتراف کرده ولی حتی دیگه خودش هم نمیتونه. پس خیلی قشنگ بلدن، به عنوان کسی که اولین آدمیه که تو زندگیش کشته، خیلی قشنگ بلدن همه چی رو مخفی کنن و نابود کنن. این یکم برای پلیس جای سوال داشت که آیا پرونده های دیگه‌ای هست که به اینا مربوط باشه؟ آیا آدم های دیگه‌ای هستن که همینجوری بی سر و صاحب باشن و غیب شده باشن و در واقع
یه چیزی از زیر گور اینا بلند شده باشه. در مورد بدن کریس چیزی پیدا نکردن تا سال 2017. سال 2017 برای فیلمبرداری یه مستند با همون آفیسر فریزو که راجع به صحبت کرده بودیم و گروه فیلمبرداری رفته بودن به همون جنگلی که کلی اعتراف کرده بود که یه قسمت‌هایی از بدن کریس رو اونجا انداختن و وقتی رفتن به اون جنگل یکی از عوامل همینجوری، اگه من اونجا بودم قطعا اون عوامل من بودم، یعنی سرش آورده پایین، یه شت یه فک پایینی یه جنازه با دندوناش رو زمین افتاده همجوری راحت باز و ترسیده و جیغ زده و حالش بد شده و فلان و اینا. بعد چک کردن و دی ان ای گرفتن و با دی ان ای پسر کریس مچ کردن و دیدن بله این فک پایینی کریسه و بالاخره موفق شدن یه چیزی از بدن این فرد پیدا کنن. ولی اون موقع دیگه محاکمه شده بود کیلی و همه چی تموم شده. کیلی به همبندیاش و اطرافیانش میگفتش که ببین من نمیدونم این تو خودش چی میبینه، یعنی ای کاش همه ما زنا بتونیم احساس کنیم انقدر زیبا و دلبر و لبندیم. خدای قیافش رو ببین آخه. بعد ایشون توی زندان به همبندیاش میگفت اصلا من نگران هیچی نیستم، من مطمئنم میتونم حداقل یکی از اعضای هیئت جوری رو بکشم سمت خودم و نظرشون رو برگردونم. حالا میبینیم میتونسته یا نمیتونسته که رأی به بیگناهیم بده در واقع. و تمام این تاکتیک های زننده و رومخ و چندششو که تا اینجا روی هر نری که از کنارش رد شده پیاده کرده توی پروسه دادگاهش هم انجام داد و پیاده کرد. یه چیز عجیبی بهتون بگم، توی این مرحله شهردار آیرن ریور که دیوید سر بوده اسمش میاد این آفیسر فریزو که تا اینجا همه چیز به لطف اون مشخص شد که اینا قاتلن و توی وقت آزادش تو تعطیلاتش داشته این پرونده رو بدون حقوق پیگیری میکرده رو کلا چیز میکنه، اخراج میکنه و میگه دیگه اجازه کار توی ناحیه من نداری. این شهرداره خیلی معروفه به لاس زدن و زنبازی و خراب بازی توی محیط کارش و برداشتن دونیشن های مردم، پولایی که مردم دادن برای شهر برای کار شخصیش معروف بوده اون زمان به همه اینا. و این آقای دیوید این خانم از کارش بیکار میکنه صرفا به خاطر اینکه حال نکرده که تو بیجا کردی وقتی بهت گفتن که دیگه اجازه نداریم راجع به این پرونده تحقیق کنیم و دیگه انرژیمون رو نذاریم و بیفاید است ادامه دادی. به درک که فهمیدیم مرده و یه قاتل پیدا کردیم که احتمالاً قاتل سریالیه. با این حال ولی دادگاه اجازه داد که آفیسر فریزو توی دادگاه شرکت کنه چون نقش مهمی داشت، اطلاعات خیلی زیادی داشت و همچنین در واقع میشه گفت توی این کلا این پروسه دست راست کاراگاه اوگدن بود و خیلی براش مهم بود که فریزو باشه چون قطعا خیلی حرفا واسه گفتن داشت. توی دادگاه تری همون اکس کریس که اول پرونده راجبش حسابی صحبت کردیم هم حضور داشت و وقتی که توی دادگاه رفت بالا برای شهادت دادن برای اولین بار کلی رو دید و راجع به کلی میگفتش که تنها چیزی که از چهرش توی ذهنم حک شده اینه که به هم زل زده بود و هی پوزخند میزد و ترسناک ترین موجودی بود که تا حالا دیده بودم. میگه که در طول دادگاه من اصلا نمیتونستم نگاش کنم، انقدر ازش میترسیدم، انقدر نگاهش زننده بود و میگه واقعا مثل شیطان بود، مثل انگار که شیطان، روح شیطان توی چشماش بود. و خب این نگاه ها و این پوزخندا رو فقط برای تری داشته میزده که احتمالاً میدونسته، احتمالاً کریس خیلی تری رو دوست داشته و بارها پیشش صحبت کرده بوده و همونجوری که کلی براش فقط یه آدمی بوده که فقط نیازهای فیزیکیشو برآورده کنه، بارها راجبش صحبت کرده بوده که دوستش داره و احتمالاً خیلی حسودیش میشده. و اینم بگم که یه جاهایی گفته شده کلی خیلی 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 دلش میخواست که کریس وقتی که داره میره به محل زندگی جدیدش به محض مستقل شدنش به کلی بگه آقا طلاق بگیر بیا پیش من. یعنی رسما کلی عاشق این مرد شده بود و اونجایی که فهمید نه برای کریس در واقع کلی فقط یه وقت گذرونی و یه چیز کاملا سطحیه، تصمیم گرفت که دست به یه همچین جنایتی بزنه در مقابلش. و خب اینو میخواستم بگم این نگاه ها همون جوری که به تری داشت انجام میشد ولی خب از نگاه هیئت جوری و قاضیا و بقیه ها دور نموند و هیئت جوری فقط 3 ساعت طول کشید. این خانم خیلی تو زندان داشت گوزگوز میکرد که من میترکونم و فلان میکنم، من خیلی هاتم و از این حرفا.
3 ساعت هیئت جوری گفتن که نه این قطعا گناهکاره و براش حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط درخواست کردن و قاضی هم حکم رو قبول کرد و همین حکم شد. این که گفتم برای دادگاه جیسن بود. حالا برسیم به دادگاه کریس. برای کریس هم براش دادگاه تشکیل شد به خاطر اینکه با اعترافات خودش شریک جرم بود. و توی این دادگاه کلی میگه که میتونن از اعترافاتش استفاده کنن تحت یک شرایط. اون شرایط هم یعنی در واقع یه جورایی باهاشون میبنده، معامله میکنه باهاشون میبنده که دیگه به غیر از این دوتا حکم، این دوتا چیز دیگه بهش حبس ابد ندن. و این اون تئوری که ما گفتیم احتمالاً این بشر قتل‌های دیگه‌ای هم انجام داده رو قوی‌تر و قوی‌تر میکنه. دیگه اول اینکه تو یه حبس ابد گرفتی دیگه قرار نیست آزاد بشی، حالا 10 تا حبس ابد بهت بدن. ولی این خیلی قوی‌تر کرد این تئوری رو که احتمالاً یکی باشه مثلا ممکنه. آره درست میگه، اگه یکی باشه مثلا ممکنه یه جایی که آزادی مشروط بگیره، ولی هر چقدر این تعداد بیشتر بشه در واقع اون شانس برای اون دیوارها و سطح‌های بیشتری میشه برای شانس آزادی مشروط گرفتن. در نهایت برای شریک جرم بودنش توی قتل کریس هم بهش 65 سال به علاوه همون حکم حبس ابدش میدن که خب این همون در واقع میشه لایف تایم این پرزن دیگه. خود کلی یه جایی توی داکیومنتری اینجوری صحبت کرد، اینقدر راحت حقو به خودش میداد و اینجوری میگفتش که من داشتم سعی میکردم کار درست رو انجام بدم مثل همه آدمای دیگه. رفتم مدرسه، رفتم کالج، سعی کردم ازدواج کنم، تا یه جایی تلاش کردم ازدواجمو نگه دارم، ولی بعدش خسته شدم. خیلی سخت بود وفادار بودن تو زندگی، واقعا کار سختیه. و اینا رو که داشت میگفت همجوری خنده رو لباش بود، یعنی مثلا درسته که احساس میکرد خیلی الان مظلوم و خیلی قربانی شده، ولی لبخند از لبش پاک نمیشد. و میگه که آره میخواین راجع به تیکه تیکه کردن جسد این یارو بهتون اطلاعات بدم؟ من خیلی عاشقش بودم، خیلی دوستش داشتم. اجازه بدین بیشتر براتون توضیح بدم که چه جوری گوشتشو تیکه تیکه کردم، بعد قیمه و قرمه درست کردم دادم همسایه‌ها خوردن. خب اینم بهتون بگم و دیگه تموم میشه. یک جایی بعدتر برادر کلی میاد اداره پلیس، میگه کلی توی حرفاش به خودشون توی خونه اعتراف کرده، توی آخرین باری که برگشته بود پیش خانواده‌اش توی حرفاش خیلی واضح اعتراف کرده که کریس اولین قتلش نبوده و قبل از اونم قربانی هایی داشته و قتل هایی انجام داده. پلیس هم این فرضیه رو داشته که کریس اولین قربانی و اولین قتل کلی نبوده و کلی خیلی به عنوان اولین قتل حرفه‌ای داشته پیش میرفته. برادر کلی حرف دیگه میزنه، میگه چند سال پیش وقتی من رفته بودم خونه کلی و جیسن چند روز اونجا مهمونشون بودم، میگه که کلی عملاً جلوی چشم جیسن داشته مثلا توی کامپیوترش خیلی واضح همه داشتن میدیدن داشته با دوست پسرش چت میکرده، بعد همینجوری داشتن دعوا میکردن لفظی، بعد اون داشته لاو میترکونده اونور با دوست پسرش پشت لپتاپ مثلا داشتن با هم بحث میکردن. و میگه یه جایی جیسن توی حرفاش برگشت گفتش که اگه بخوای اینم برات میکشم. خب و اینی که برادر داشته میگفته خیلی قبل تر از مرگ کریس بوده این اتفاق. خب یعنی میخوام بگم که معلوم نیست این دوتا چه فریک شوی داشتن، چه بازی احمقانه و مسخره‌ای داشتن تو ازدواجشون پیش میگرفتن، ولی احتمالش خیلی زیاده که این مرد تحت کنترل زنش آدمای زیادی رو کشته باشه. توی یکی از مصاحبه هاش کلی میگه هر تتوی پروانه‌ای که روی بدنم دارم نماد یکی از افرادیه توی زندگیم که خیلی دوستش داشتم و از دستش دادم. و کلی 13 تا پروانه رو بدنش داره و حتی توی یه مکالمه تلفنی از زندان با مامانش برمیگرده بهش میگه من چجوری نفهمیدم تو اینجوری هستی، من چجوری این همه مدت ندیدم این حجم جنایت و خشونت رو توی وجود تو. و کلی برمیگرده میگه که من همه زندگیم همینجوری بودم و اصلا ازت قایم نکردم اینو، من همیشه همین بودم. و بعد میگه که توی میشیگان، تنسی، مینسوتا و آریزونا دوستایی داره که دفن شدن. انگار کلی هر کسی رو که احساس میکرده خیلی دوستش داره و فکر میکرده قرار از این ازدواج کراپی درش بیاره و نجاتش بده بهش میچسبیده. بعد میده طرف فقط یه وان نایت استند ساده بوده براش، کلی برای طرف یه وان نایت استند ساده بوده و کلی با کمک همسر پخمش که نمیدونم چرا واقعا میگن کنترلگر بوده فلان بوده و اینا، این واقعا مرده به نظر من خیلی مشکل داشته، میزدم میکشتم. واقعا کنترل چه گری بودی دقیقا جیسن جان، جیسن بکشیم برا من.
کیلی وقتی که داشته میگفته که آره من جیسن کشتم چرا اینجوری میگم؟ خسته شدم. این همه زحمت بکش 500 تا ویو میخوره. ببین وقتی که داشته میگفته که من کیلی وقتی که داشته میگفته من جیسون رو کشتم کیلی خانومم رو نارچی پخته جیسن و من جیسن رو کشتم. کمک نموخم وای خستم. 124 دقیقه جیسون رو بکش بریم. این لحجه کجای من رو در میاد. چشم داره عشق میاد. بچه ما مهمونی دعوتیم، قرار بود ساعت 8 اونجا باشیم، الان 8 و 20 دقیقه است. من هنوز پیژامه پامه دارم پرونده میگم. من نمیتونم چرا ما جیسن مکشم. سوگند الان داره تو خونه میگم با شیما رو مکشم. خلاصه که چی شد؟ آها برنامه جیسن این بود که حالا بریم سراغ ما. همین دیگه. خلاصه بچه ها امیدوارم که لذت برده باشید از پیچ و خمای این پرونده و اینکه خیلی مواظب با آدمای سمی باشید، خیلی ازشون دوری کنید. خیلی وقتی میبینید یه آدمی روانیه ول کنید بره، همون اول یه هفته میشینید گریه میکنید تموم میشه. وای نستین 10 سال بعد همه زندگیتون به بره بعد تازه تصمیم بگیرید خودتون رو بکشید بیرون. همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا این لحظه بودی. دمت گرم رفیق. خیلی دوستت دارم. یادت نره ما رو لایک کنی، ویدیو رو حتما برای دوستات که فکر میکنی دوست دارم بفرست، سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو حتما روشن کن که اولین نفر ویدیومون رو ببینی. مرسی که تا اینجا بودی. دوستت دارم و خداحافظ.